درود وقت بخیر. برای اینکه بتونید در رسم گرهچینی خلاقیت بیشتری رو به دست بیارید، یکی از راه‌هاش اینه که تا میتونید الگو رسم کنید. حالا توی این الگوها چه کار کنیم که این خلاقیت شکوفا بشه؟ تا جایی که امکان دارید سعی کنید واگیره ها رو تغییر بدید، فرم واگیره ها رو عوض کنید، جهت هاشون رو عوض کنید، شکل هاشون رو عوض کنید و سعی کنید که با این روش نقش های جدیدی رو خلق کنید. هر چقدر که شما در رسم گرهچینی بتونید با واگیره ها بازی کنید و حالا ساختار شکنی هایی رو در عین رعایت قوانین رسم گرهچینی داشته باشید، زودتر و بهتر خلاقیتتون شکوفا میشه. خب من الان این الگوها رو رسم میکنم، ببینیم که شکلش چه تغییری میکنه. But it didn't turn out that way. It's been heavy and we're starting to break, but I hope you'll be okay. There's little difference in the words that we say, 'cause we all want the same thing. خب مشاهده میکنید که توی هر یک از الگوهایی که کشیدیم نقش زنجیره ها با هم متفاوته. چرا؟ چون که ما اومدیم با واگیره هامون بازی کردیم، جهتش و شکلش و حتی گاهن میتونیم سایز واگیره ها رو تغییر بدیم و از اونها نقش های جدیدی به دست بیاریم.